کسانی که سلف سکریفایس میکنن، خودشون رو قربانی دیگران میکنن، خودشون رو نادیده میگیرن، نیازهای دیگران رو بر خودشون، نیازهای حتی اساسی خودشون ترجیح میدن. یکی از بنیادی‌ترین چیزها اینه که به اونها یاد بدیم که این مسئله به خود اونها و فرد طرف مقابلشون آسیب میزنه. خیلی وقتا این افراد فکر میکنن که اینجوری میتونن رابطهشون رو حفظ کنن و میتونن از طرف مقابل مراقبت کنن، در صورتی که در دراز مدت وقتی خود این فرد آسیب دید، رابطه هم آسیب می‌بینه و نسبت به طرف مقابلشون هم آروم آروم هر چقدر بهش علاقه داشته باشن ممکنه کدورت پیش بیاد. مثلا هم به مراجعینم میگم تو اگر به خاطر دیگری از روی خودت رد شدی، مطمئن باش نفر بعدی که از روی اون رد خواهی شد اون فرد خواهد بود و آروم آروم این رو می‌بینیم که در طول زندگی اتفاق میفته. و در واقع میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. برای اینکه این رو بشکنیم، خب در واقع سلف سکریفایس کردن، خود قربانگری رو بشکنیم، یه اصلی که لازمه به این افراد یاد بدیم اینه که تفاوت دو تا کلمه رو یاد بگیرن. و اون چیه؟ تفاوت خودخواهی و خودشیفتگی در برابر خودمراقبتی. یعنی افراد فکر میکنن که اگه جایی از خودشون مراقبت کنن این یعنی خودشیفتن، این یعنی خودخواهن، در صورتی که اصلا این معنا نداره و اون فرد باید اینها رو آموزش ببینه که این به این صورت نیست. و مسئله بعدی، سلف سکریفایس کردن خیلی وقتا به ما احساس غرور میده، به ما احساس توانمندی میده، به ما احساس اینو میده که موثر بودن میده. یه حس در واقع غرور ناسالمی برای ما ایجاد میکنه و حتی ما رو میتونه خودمحقبین کنه نسبت به اون افراد که سلف سکریفایس کردیم. ما سعی می‌کنیم این را هم زیر سوال ببریم توی جلسات تراپی که فرد این ادیکشن و اعتیادش به این احساس را موقع کمک به دیگران یه مقداری در واقع در نظر بگیره و ببینه که چقدر براش ارزشمنده و چقدر براش مخربه.